زلیمخان یوسفوف عضو سابق تیم ملی تاجیکستان اوید به گشتین طرز آزاد را که حال رزمنده MMA است در داغستان بسیاری شده لطکوب کردند. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که اول یک مرد زلیمخان را به سرش میزند و سپس به لطکوب او چند نفر دیگر همراه شده ورزشگر را از پای می افتونند، ولی همچنان به لطکوبش ادامه میدهند. در بین حملگران یک مرد مسلح با پیستولت هم دیده می شود که با این سلاح به سر زلیمخان یوسفوف چند بار ضربه میزند. ویدیو در لحظه تمام می شود که مردم دیگر دویده آمده طرفهای درگیر را خلاص می کنند و زلیمخان یوسفوف با سر و روی خونشار از روی فرش به پای راست می شود. بنا به اطلاع خبرگزاری ریا نوستی، سبب لطکوب مناقشه زلیمخان یوسفوف با رزمنده سابق UFC حدیث ابراهیموف در یکی از مسابقه‌های MMA شده است. زلیمخان یوسفوف 38 سال دارد. این زاده جمهوری داغستان روسیه قبل از آمدنش به میدان جنگ‌های بدون قاعده MMA یک گشتینگیر مشهور سطح بین المللی بود. از بس که به تیم ملی روسیه روی یافته نتوانست، زلیمخان در مسابقه‌های بین المللی اوید به گشتین طرز آزاد از تاجیکستان نمایندگی میکرد و تحت پرچم تاجیکستان از جمله سال 2012 در المپیاد لندن اشتراک کرده. در دور اول آلان گاگویف از روسیه را شکست داد، ولی در دور دوم از نماینده کانادا اسلان ویرناس مغلوب شد. زلیمخان یوسفوف سال 2014 به نمایندگی از تاجیکستان در چمپیونات جهان جای پنجم را گرفت و سال 2015 در چمپیونات آسیا صاحب مدال نقره شد، ولی او را به استفاده دوپینگ ایبدار کرده از مدال نقره محروم و برای 4 سال از حق اشتراک در مسابقه های گشتین محروم کردند. سالهای آخر او به جنگ های بدون قاعده رو آورد. زلیمخان یوسفوف در MMA 17 پیروزی و 9 شکست داشته. به اور امسال 2 نبردش را الکی در دور اول برد.